سلام، خوش اومدیم به کانال خودتون. قراره امروز طرح آب میوه انار رو به صورت 0 تا 100 اجرا کنیم. طرحی که رو مانیتور میبینید. من محمد یوسفی ام. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. وارد نرم افزار بشیم برای اجرای کار. خب اما برای اجرای همچین طرحی به چه المان‌هایی نیاز داریم و از کجا باید شروع کنیم؟ المان‌هایی که نیاز دارید رو من توی این پوشه ها براتون قرار دادم. تو کانال تلگرام آپلود میکنم تا بتونید همزمان با آموزش تمرین کنید. و برای شروع کارتون هم باید از ساخت بک‌گراند شروع کنید و چیدمان المان ها و در نهایت اصلاح رنگ و رندر کردن کارتون. برای ساخت بک‌گراند نیاز به 3 تا رنگ اصلی داریم. میتون، رنگ میانمون، این رنگ که اینجا قرار داره. من یه سالید با میتون میسازم. این رنگ. قسمت تیره ها یا شادو های بک‌گراندمون که میشه این رنگ و قسمت هایلایت ها و روشنایی بک‌گراندمون که میشه این رنگ. با این 3 تا رنگ که کداش رو هم براتون قرار دادم میتونید استفاده کنید، ما شروع به ساخت بک‌گراندمون میکنیم. قسمت هایلایت ها رو خاموش میکنم. رو قسمت شادو هامون کنترل آی میزنم که ماسکش خاموش بشه. با براش سفید و فلو رو کم میکنم روی 8-9 خوب مناسب. شروع میکنم اون قسمت هایی که نیاز دارم به تیره بودن تیره میکنم. این سلیقه‌ای، حالا به هر شکلی که میخواید بک‌گراندتون رو میتونید تیره و روشن کنید. یک گرادینت میسازم با یه توناژ رنگی. خب تقریبا اون قسمت هایی که میخواستم تیره باشن رو انتخاب کردم و با براش تیره ترشون کردم. میام لایه هایلایت هام رو روشن میکنم. یه کنترل آی هم روی ماسک این لایه میزنم و قسمتی که میخوام نور بک‌گراندم باشه رو سلکت میکنم. من یک بک‌گراند به این شکل ایجاد کردم. ببینید هایلایت ها، شادو ها و میدتون. خب این تا اینجای کار. اما برای ادامه کار بک‌گراند میتونیم برای جذابتر شدن کارمون یه سری المان به بک‌گراندمون اضافه کنیم تا از این صاف و یک دست بودن خارج بشه. من یه لایت اینجا دانلود کردم. این لایت رو به کارم اضافه میکنم. مودش رو حالت اسکرین قرار میدم. میارم و گوشه بک‌گراندم قرارش. این قسمت های اضافیش رو هم حذف میکنم با ابزار اریز. خب اما نور سفیدی که وارد کارمون شده یه خورده تو ذوق میزنه و جذاب نیست به نظرم. میتونیم از قسمت ایمیج ادجاستمنت و هیو و سچوریشن کلورایز رو فعال کنیم و یه رنگی شبیه بک‌گراند به نورمون بدیم. باعث میشه که کارمون جذاب تر بشه. ببینیم قبل و بعد. یه سری بوک لایت هم دانلود کردم که این بوک ها رو هم وارد نرم افزار میکنم. روی بک‌گراندم قرار میدم. به این شکل یه بلک هم وایت بهش اضافه میکنم. این 2 تا لایه رو مرج میکنم. مرج لیر. مودش هم رو حالت اسکرین قرار. خب اپاسیتیش رو هم میتونیم کم کنیم. روی 20 قرار میدیم. خیلی جالب نیست. این دایره هایی که ایجاد کرده خیلی شارپ دارن و شارپنسشون بالاست. خیلی جالب نیستن به نظر من. یه بلری بهشون میدیم یکم محو بشه. خب ببینید خیلی راحت بک‌گراند رو اون یه دست بودن خارج کردیم و جذاب ترش کردیم. یه ماسک رو این لایه بلک اند وایت هم ایجاد میکنم. این لایه بوکام با براش مشکی. من یه خورده این بوک ها رو کم رنگ تر میکنم. خب این تا اینجای کار. حالا اگر نیاز دیدید به کنتراست بیشتر میتونید یه کروی هم ایجاد کنید. یکم کنتراست لایه‌تون رو بیشتر کنید. خیلی راحت یه بک‌گراند خیلی جذاب ایجاد کردیم با همین المان های ساده. همه اینا رو داخل یه پوشه قرار میدم.
اسم پوشه رو هم می‌نویسم بک‌گراند. خب حالا نوبت اینه که المان هامون رو وارد کار کنیم و شروع به چیدمان المان هامون کنیم. اولین المانی که اینجا نیاز داریم المان آب میوه‌مون هستش که این لایه میشه. این رو من وارد کار میکنم، روش کلیک راست میکنم و Convert to Smart Object رو میزنم. خب وارد Smart Object میشم. تغییراتی که نیاز دارم روی این لایه اعمال کنم رو داخل Smart Object اعمال میکنم. اولین کاری که باید بکنیم اینه که این لایه رو از بک‌گراند جدا کنیم و این موارد اضافی رو حذف کنیم. میام رو ابزار پن و شروع به سلکت کردن میکنم. خب با ابزار پن آبجکتمون رو کامل سلکت کردیم. اینجا اگر روی گزینه سلکشن کلیک کنیم یک سلکتی برای ما میسازه. میتونیم لایه‌مون رو ماسک کنیم، یه ماسک ایجاد کنیم و لایه‌مون رو جدا کنیم. خب خیلی راحت لایه‌مون از بک‌گراند جدا شد. این قسمت رو سیو میکنم، کنترل اس رو میزنم تا این اسمارت آبجکت رو برای ما سیو کنه و میام روی فایل اصلیمون و ادامه کار رو انجام میدم. خب کنترل تی میزنم و محصولمون رو سایزش یکم کوچیک‌تر میکنم. خب این تا اینجای کار. بریم برای چیدمان باقی المان ها. من این ست اسپلش رو وارد کارم میکنم. این ست اسپلش رو از سایت شاتر استوک و آدوبه استوک دانلود کردم. شما هم اگر از این اسپلش خواستید میتونید در این سایت ها استفاده کنید. میام سراغ این اسپلش، کنترل تی میزنم، بزرگش میکنم، میچرخونمش و کلیک راست فلیپ هوریزونتال رو میزنم. میرم این گوشه. اینجا فکر میکنم جای مناسبی. میام روی لایه آب میوه‌ام، یعنی این لایه، کنترل رو نگه میدارم و یک کلیک میکنم تا تو حالت سلکت در میاد. میام روی این لایه اسپلش هم یک ماسک ایجاد میکنم. آلت رو نگه میدارم و یک ماسک ایجاد میکنم به این شکل. این قسمت ها رو ببینید، آب میوه‌مون میخوایم این حس رو القا کنه که زیر این اسپلش قرار داره. میایم این قسمت ها رو به ماسک این لایه اضافه میکنیم. حالا میتونیم یکم جابجاش هم بکنیم. این زنجیری که بین لایه و ماسک هست رو خاموش میکنیم، یکم این اسپلش رو جابجا میکنیم. به نظرم اینجا جاش مناسب تره. این زنجیر رو برمیگردونم، میام رو ماسک لایه این قسمت ها رو اضافه میکنم. این اسپلش رو اول باید از بک‌گراند جدا کنیم. برای این کار من این لایه رو اسمارت آبجکتش میکنم، کانورت تو اسمارت آبجکت، وارد اسمارت آبجکتش میشم، یک کپی ازش میگیرم، کنترل جی رو میزنم، یک کپی از این لایه میگیرم، میام سراغ لایه اولمون و با ابزارهای کویک سلکشن، فرق نمیکنه کدومش بشه، سلکت سابجکت رو میزنم تا این محصولمون سلکت بشه. یه ماسکی روی لایه ایجاد میکنم. خیلی تمیز این رو برای ما جدا کرد. اما اگر دقت کنید این قطرات اسپرش رو حذف کرد. حالا اگر دوست داشتید که این مواردم توی سلکتتون باشه، میایید سراغ لایه بالایی، از قسمت بلندینگ آپشن قسمت های سفید را حذف میکنید. خب ببینید این قسمت ها رو برای ما جدا کرد. آلت رو نگه میداریم و یه ماسکی روی این لایه میسازیم. حالا میایم با براش سفید قسمت ها رو اضافه میکنیم به سلکتمون.
کنترل شیفت آلت ای رو میزنیم که این دوتا لایه رو یه رندر بگیره برای ما. یه سری ایرادات هست مثل این قسمت که اینا رو حالا میتونید با دست حذف کنید یا بیاید رو ابزار کویک سلکشن این قسمت رو سلکت کنید و حذفش کنید. با ابزار اریز این قسمت ها رو حذفش کنید. دقت کنید مثلا اینجا هم دوباره هست، یا بیاید رو ابزار اریز این قسمت ها رو کامل حذف کنید. خب کنترل اس رو میزنم این لایه رو برای من سیو کنه. ضرب در رو میزنم، وارد کارم میشه. این قسمت رو میارم پایین، کنترل تی رو میزنم، اندازش رو تغییر میدم تا جایی که فکر میکنم مناسبه. این رو زیر آب میوه‌ام قرار میدم. برای جذاب تر شدن کارمون نیاز داریم که یه قسمت هایی بره زیر آب میوه. میایم اون قسمت ها رو سلکت میکنیم، مثل این قسمت. با ابزار پن، من از شورتکات پی استفاده کردم، با ابزار پن قسمت ها رو سلکت میکنم. خب بعد از سلکت کردن از قسمت سلکشن یه سلکت میسازیم و آلت رو نگه میداریم و یه ماسک ایجاد میکنیم. خب میام روی لایه آب میبرم، کنترل رو نگه میدارم، کلیک میکنم تا سلکت شه، کنترل شیفت آی رو میزنم یا سلکت اینورس رو میزنم. میام رو ماسک همین لایه اسپلشم، با براش این قسمت ها رو اضافه میکنم به این شکل. خب یه نکته توجه کنید، ما توی سلکت کردیم یه خورده دقت عمل رو نداشتیم. این قسمت های سفیدی توی کار تو ذوق میزنن. این قسمت های سفیدی رو سعی کنید با براش بیایید حذفش کنید. من میام رو ماسک همین لایه با براشمون قسمت ها رو حذف میکنم. برای ادامه کار دوباره میریم باقی المان ها رو اضافه کنیم. یه تعدادی دونه انار نیاز داریم و خود انار رو نیاز داریم با چند تا برگ که اینا رو اینجا قرار دادم برات. همه این المان ها رو سلکت میکنم، وارد کارم میکنم. فکر میکنم که این اسپلش ها و آب میوه هامون یک کم باید بیان اینورتر. یه اناری اینجا قرار دادیم، یه اسپلشی هم دور این انار قرار دادیم اینجا. همین اسپلش هستش، اسپلشی که اینجا استفاده کردیم. یه کپی ازش میگیریم، کنترل جی رو میزنم، این لایه رو میبرم بالا، ماسکش رو هم دلت میکنم، کنترل تی میزنم، فلیپ هوریزونتال. این رو میام زیر انارمون قرار میدم. کم شیفت رو نگه میدارم میکشم. خب کنترل شیفت ایکس رو میزنم، وارد لیکویفای بشه یا از قسمت فیلترها وارد لیکویفای میشه. کم از پلشمون رو تغییر میدیم مناسب این قسمت میکنیم با همین ابزار. من یه حالت برآمدگی اینجا ایجاد میکنم برای اینکه انگار انارمون داخل این اسپلش قرار داره. خب اوکی رو میزنم، ببینید به این شکل شد. حالا یه لایه جدید میسازم با این لایه اسپلش هم جفتش رو سلکت میکنم و مرج لایر رو میزنم، کنترل تی رو میزنم، یکم کوچیک میکنم این قسمت اسپلش هم رو روی انار، کنترل تی میزنم میارم تو این اسپلش قرارش. خب مناسب شد. میام انارم و پسش رو کم میکنم یکم و با ابزار پن اینجا رو دوباره سلکت. برای چی این کارو میکنم؟ برای اینکه این حس رو القا کنه که انارمون داخل این اسپلش قرار داره.
خب اپاسیتی انار رو زیاد میکنم، آلت رو نگه میدارم و یه ماسک روش ایجاد میکنم. یه اناری این گوشه قرار دادیم توی طرحمون که این انار هستش. کنترل تی میزنم، این رو هم میام اینجا قرار میدم. این المان ها رو بیشتر هم برای جذابیت بصری استفاده میکنیم، هم برای اینکه تصویرمون پر بشه و خالی نباشه. میام سراغ چیدمان برگ ها و اون پرت شدگی دونه های انارمون. سری برگ اینجا داریم، مثل این برگ. این رو سلکت میکنم با ابزار پن، این رو سلکت میکنم. خب کنترل جی رو میزنم، این کلا این برگ جدا بشه از بک‌گراند. کانورت تو اسمارت آبجکتش میکنم، کنترل تی رو میزنم میارم اینجا قرارش میدم. خب فلیپ ورتیکال رو هم میزنم به این شکل. حالا میخوایم این حس رو ایجاد کنیم که این برگ دور آب میوه‌مون پیچیده دیگه، دور اسپلش آبمون پیچیده. میام رو کنترل تی رو میزنم، میام رو قسمت وارپ ترانسفورم کم بازی میکنم با این برگ. خب اما یه برگ هم برای قسمت بالایی نیاز داریم. میام یکی از همین برگ ها رو انتخاب میکنم، فرقی نمیکنه کدومشون باشه. فکر میکنم این برگ مناسبه، این رو هم سلکت میکنم. خب بعد از سلکت کردن این برگمون میانمش تو قسمت بالا قرار میدم، کنترل تی رو میزنم یکم بزرگش میکنم، فلیپ هوریزونتال رو هم میزنم و کانورت تو اسمارت آبجکتش میکنم. میام اینجا کنترل تی رو میزنم، دوباره با ابزار وارپ ترانسفورم یکم جذاب نشد این گوشا. میتونیم بریم تو قسمت فیلترها و اول این لایر رو، رسترز لیر رو بزنید تا افکتش اپلای بشه روی لایه‌مون. بعد وارد قسمت فیلتر لیکویفای میشیم. زوم میکنم این قسمت ها رو یکم یه دست میکنم که از این کجی خارج بشه. خب خوب شد، ببینید قبل و بعد. میام این دونای انار رو سالک میکنم با ابزار لسو، کنترل جی رو هم میزنم، میام رو این یک دونه انار، کنترل جی رو هم میزنم، اینا رو سلکت کردم. میام چند تا جا قرارشون میدم، مثلا این رو کنترل تی میزنم میارم اینجا قرار میدم، این یکی رو کنترل تی میزنم میارم این بالا قرار میدم. بعد از این کار نیاز به چند تا دونه برگ هم داریم که از همین برگ هایی که قبلا سلکت کردم استفاده میکنم برای اینکه زمان کمتری رو صرف کنم. میام روی این برگ، این لایه این برگ سلکت کردیم. خب این برگ رو هم میگیریم میاریم اینجا، کنترل تی فلیپ هوریزونتال رو هم
اینجا قرار. خب به این شکل چیدمانمون تقریبا تکمیل شد. میایم سراغ لایه اسپلشمون، یه کپی ازش میگیریم، کنترل جی رو میزنیم، مسکش رو هم حذف میکنیم، میبریم زیر آب میوه‌مون قرارش میدیم، میاریم اینجا. به این شکل با ابزار لسو این رو سلکت، یه مسک رو لایه ایجاد میکنیم. این قسمت های اسپلش هایی هم که خراب شده رو توی مسک لایه حذفشون میکنیم. خب فکر میکنم مناسب تقریبا چیدمانمون تکمیل نهایی شده. از اینجا به بعد وارد اصلاح کارمون میشیم، رنگ و نور رو اصلاح میکنیم و کار رو به فاینال خودش میرسیم. اولین نکته میریم سراغ این انارمون. این چون حالت پرت شدگی داره، اناری که در حال پرت شدنه، بهتره که یکم بلر بهش بدیم. میتونیم از موشن بلر استفاده کنیم. کم موشن بلر بهش میدیم. من میخوام نوری که اینجا تابیده رو یه خورده روی این لایه اضافه کنم. میام یه هیو سچوریشن ایجاد میکنم، یه خورده لایتنس رو میبرم بالا، کراتین کلیپ ماسک رو هم میبرم فعال میکنم که روی لایه‌مون تغییرات اعمال بشه. ببینید میام تو قسمت بلندینگ آپشنش و قسمت های سیاه رو حذف میکنم. خب رو مسکش کنترل های میزنم با براشم، این قسمت ها رو سلکت. به نظرم میتونه رنگ جذابتری داشته باشه. یه کروزی هم روش ایجاد میکنم، یکم تیرش میکنم، کنترل های رو میزنم، این قسمت های پایینی رو تیره تر میکنم. این تا به اینجای کار. خب برای باقی کارا اگر دقت کنید رنگ این اسپلش یه خورده با رنگ این اسپلش نمیخونه. قسمت های روشن این اسپلشون سفیده، برای این کارمون صورتی میخوره. میایم روی این اسپلش یه هیو و سچوریشنی روش ایجاد میکنیم، یک کم رنگ صورتی داخلش ایجاد میکنیم. میایم تو قسمت هایلایت ها صورتی یک کم به کار میدیم. خیلی صورتی شد. ببینم خب خوبه. یه برایتنسی روش ایجاد میکنیم، یک کم قسمت های روشنش رو کم میکنیم. میایم تو قسمت بلندینگ آپشنش و قسمت های تیره رو از توی کارمون کم میکنیم. دقت کنید به این شکل تره. میتونیم یک کروزی هم ایجاد کنیم، یک کم کرز به کارمون بدیم. فکر میکنم نیازه که کرزه رو کم کنیم. 30 خوبه. قسمت برایتنس رو هم کم کنیم روی 70 و کلر بالانس رو هم میذارم روی 70. خب خیلی بهتر شد. همین تغییرات رو، همین سه لایه رو میتونم کپی کنم و بیارم روی این اسپلش هم قرار بدم. کنترل جی میزنم، سه رو میبرم بالا و کریت کلیپینگ ماسک رو فعال میکنم که روی این لایه قرار بگیره. خب اینم تا اینجای کارمون. میریم سراغ برگ هامون به نظرم رنگ جذابی ندارم، میتونن رنگ هاشون جذابتر بشه. من میام روی این برگ یه سلکتیو کالری فعال میکنم، یکم با رنگ این لایه برگمون بازی میکنم. خب به نظرم رنگش بهتر شد.
میایم قسمت های سایه و نورش رو هم جدا میکنیم. این قسمت پایینی در واقع باید تاریک باشه، چون روی اسپلش آبمون هستش باید سایه بیفته روش. میام یه اکسپوز ایجاد میکنم و نور رو کم میکنم، کنترل آی میزنم رو مسکش، میام با براش خب یه سایه هم زیرش ایجاد میکنم با ادجستمنت اکسپوز. دوباره این قسمت رو تیره میکنم، کنترل آی، میام این قسمت های زیر رو هم یکم سایه. خب این برگ اوله. فکر میکنم یکم رنگش تیره شده. یکم اپاسیتی سلکتیو کالر رو کم میکنم، یه اکسپوزی هم روش ایجاد میکنم، یکم نورش رو زیاد میکنم، یه هیو و سچوریشن هم زیاد اضافه میکنم، یکم رنگش کم میکنم و یه گرانش رنگی بهش میدم. خب ببینیم این برگ تبدیل شد به این برگ. خب همین ادجاستمنت لیر ها رو یعنی این 4 تا ادجاستمنت لیری که به این برگ دادیم رو میارم به این برگ هم اضافه میکنم. کافیه که این چند تا ادجاستمنت لیر رو سلکت کنیم، آلت رو نگه داریم و درگ کنیم بیاریم بالا، کلیک راست و کریتینگ کلیپینگ ماسک رو بزنیم تا همه این تغییرات روی این لایه هم اعمال بشه. برای اینکه عمق رو بدیم به تصویرمون، من میام روی این لایه برگم یکم بلر ایجاد میکنم. از قسمت فیلترر یکم بلر میدم به این تصویرمون. این حس رو القا میکنه که یه برگی توی عمق کار ما استفاده شده. این برگ رو هم همینطور میتونیم این کار رو روش انجام بدیم. بیایم یک فیلت بلری بهش اضافه کنیم که اون هم توی عمق دیده بشه. میام یه هیو و سچوریشن هم ایجاد میکنم، رنگش رو به این یکی برگ نزدیک میکنم. تا اینجا کار میایم رو سایه ها و رنگ این برگ هم کار میکنیم. یه هیو و سچوریشن روش ایجاد میکنم، میام رنگش رو به این رنگ نزدیک میکنم و یه اکسپوزی روش ایجاد میکنم، ببخشید زیر لایه ایجاد میکنم برای اینکه میخوام بهش سایه بدم و رو مسکش کنترل آی رو میزنم. میام با براش کم فلو براشم رو کم میکنم، راحت‌تر بتونم سایه رو اعمال کنم. اینجا رو یکم سایه میدم. خب این هم تا به اینجای کار. اما نکته اصلی اصلاح رنگ و نور و رتوش محصول اصلیمون هستش که من میام روی محصول اون کلیک میکنیم. اول از همه من برم لایه بندی کنم که گم نکنید این برگ ها رو همه رو میبرم توی یک لایه. میدید این برگ توی یک گروه، ببخشید که می نویسم leaves، معنی برگ ها، رنگش رو هم میذاریم سبز. خب اینا هم که دونه های انارمون بود میبرم داخل لایه پروگرامنتمون و رنگش رو میذارم رو حالت قرمز. این لایه ها رو هم دیگه لازم نداریم، حذفشون میکنم. خب اینا هم میشه فایل اصلیمون. رنگ این رو هم میذارم سرد فایل. خب ببینید شد برگامون، انارامون و فایل اصلیمون و این هم که بک‌گراند. خب میام رو فایل اصلی این آب میوه‌ای که داریم چند تا قسمتش باید بکنیم. این قسمت بالایی رو باید جدا کنم کامل، در پوش رو جدا میکنم. اگر کنترل شیفت جی رو بزنم این رو کامل از لایم جدا میکنه.
اگر دقت کنید من قبل از اینکه کنترل شیفت جی رو بزنم روی این لایه کلیک راست کردم و رسترز لیر رو زدم، برای اینکه اگر تو حالت اسمارت آبجکت باشه شما نمیتونید این قسمت ها رو جدا کنید و ارور میده نرم افزارتون. کنترل شیفت جی رو میزنم تا این درپوش رو برای ما جدا کنه. میایم قسمت گلسمون و شیشه ایمون، این قسمت رو هم سلکت میکنم و یه ماسک روی لایم ایجاد میکنم. آلت رو نگه میدارم و این ماسک رو ایجاد میکنم و همین رو سلکت میکنم و از آب میوه‌مون جدا میکنم. خب این قدم اول. در پوش نباید حالت استیل و سفید رنگ باشه، چون توی محیطی هستیم که آبی رنگ و قرمز رنگه. بهتره که یه کالر بالانسی روش ایجاد کنیم و یک کم تم قرمز رو بهش بدیم. چرا این کار کردیم؟ چون این اسپلشت آب بالاشه دیگه. وقتی اسپلشت آب قرار داره خب طبیعتا رنگ اسپلشت آب رو به خودش میگیره. تا اینجا میتونیم یکم اکسپوز بهش بدیم، یکم نورش رو کم کنیم. این تا اینجای کارمون. رو پس این دوتا فایل رو هم کم میکنم، روی 70 قرار میدم و میرم سراغ قسمت گلس. قسمت گلسمون باید یکم تم آبی به خودش بگیره، چون بکگراند رو داره نشون میده. یه کالر بالانس ایجاد میکنم، یکم هم رنگ آبی رو به قسمت گلسمون اضافه میکنم. تا اینجا به همین راحتی، کار خاصی نکرد. من همه اینا رو میبرم داخل یه پوشه. خب نیاز هستش که محصولمون رو یکم نور پردازی کنیم. میام روی این فایل اصلیمون یه لایه ایجاد میکنم و کلیک راست کرید کلیپینگ ماسک رو میزنم. میام با براش یه رنگ از خود محصولمون میگیرم، آلت رو نگه میدارم و یه رنگی رو میگیرم. این قسمت هایی که سفید شده رو رنگ میکنم. این قسمت ها قرار سایه های ما باشن، خیلی جالب نیست که رنگ سفید دیده بشه توی تصویرمون. برای قسمت جلویی هم همین. خب حالا کاری که میکنم، میام روی این پوشه اصلیم، فایلی که ایجاد کردم یه اکسپوز ایجاد میکنم و قسمت اکسپوز رو زیاد میکنم. کنترل لاین میزنم، این قسمت جلویی رو نور میدم بهش و یه اکسپوز دیگه ایجاد میکنم و قسمت پشتی رو سایه میدم بهش. چرا؟ چون در معرض نور هستش دیگه. ببینید به این شکل یه کروزی هم روی کل محصولمون ایجاد میکنم، یکم نورش رو زیاد میکنم. احساس میکنم محصولمون یکم جون نداره. این قسمت های پایینی هم باید یکم سایه بهشون بدیم. دوباره یه اکسپوز ایجاد میکنم، کنترل های رو میزنم و میام این قسمت رو سایه میدم. همینطوری این قسمت بالایی. خب اینم تا به اینجای کارم. تقریبا کارمون نهایی شده. این دونه های اناری هم که قبلا ایجاد کردیم رو میتونیم یه موشن بلری بهشون بدیم. بیام از قسمت فیلتر موشن بلر رو بهشون بدیم که حس پرت شدگی رو بدن و میام رو هر لایه دونه انارم و از قسمت فیلتر آخرین فیلتر اعمال شده رو اعمال میکنم. با شورتکات های کنترل آلت اف هم این اتفاق میفته. تقریبا کارمون انجام شده است و کارمون نهایی شده است. کنترل شیفت آلت ای رو میزنیم، یه رندر از کارمون میگیره. قسمت کانورت تو اسمارت آبجکت رو میزنیم و وارد فیلتر کامر رو فیلتر میشیم و اینجا دیگه با یه اصلاح رنگ کلی کارمون رو به اون جذابیت بصری خودش میرسونیم.
خب در نهایت این شد کار کلی. چند تا ایراد داریم. یکی این که این قسمت گلاس رو کامل آبی کردیم، نباید این کار میکردیم چون یه قسمتش رو حالت اسپلش آب دیگه، باید این قسمتش رو قرمز میکردیم که الان کار رو هم انجام میدیم و میتونستیم برای جذابتر شدن محصولمون یه سری نور هم به این فایلمون اضافه کنیم که اونم کاری نداره. یه سری نور گذاشتم براتون اینجا تو قسمت لایت که ببینید این لایت ها رو من به کار اضافه میکنم. مودش رو میذارم رو حالت اسکرین و از قسمت ایمیج هیو و سچوریشن رنگش رو هم سفید میکنم. کنترل تی رو میزنم، میارم این قسمت قرار میدم. من که یکم شارپنس نور بیشتر شه میتونیم یک کپی هم ازش بگیریم. این دو تا لایه رو میبرم توی پوشه ماسک روش ایجاد میکنم و این نورا رو حذف میکنم، این قسمت هایی که اضافی. این یکی نور رو هم میذارم رو حالت اسکرین، یه کروز روش ایجاد میکنم. اگر دقت کنید یه حاله سفیدی دورش. اگه کروز رو ایجاد کنم و کرد کلیپ ماسک رو بزنم حاله سفید حذف میشن. خب این قسمت های اضافیش هم با ابزار ریز حذف میکنم. خب کنترل تی رو میزنم، این رو هم میارم روی بدنه محصولم قرار میدم. یک کپی هم ازش میگیرم. خب اینم برای اینکه اقراق بشه توی کارمون و اون شارپنس نوری که داریم بیشتر بشه. لایه بالایی یکم اوپسیش رو کم میکنم، روی سی میزنم. فکر میکنم مناسب شد، جذاب شد. بریم این قسمت آبی رو هم یه تغییری بدم. من این لایه رندر شدم و خاموش میکنم، میام توی قسمت فایلمون. اینجا که این قسمت گلس رو بهش یه بالانس آبی رنگ دادیم، میتونیم یه بالانسی هم ایجاد کنیم و بهش قرمز بدیم، رنگ قرمز رو بدیم. بهش این رنگ قرمز رو بدیم. کنترل های میزنم رو مسکش، میام این سمت رو با براش قرمز. خب تمام شده و رفت. حالا دوباره میتونیم رندرش کنیم و Convert to Smart Object. ما قبلا یه لایه داشتیم که روش کانورا فیلتر اعمال شده. میام همین رو درگ میکنم میندازم روی لایه جدید. خب امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. نظراتتون رو برای من کامنت